بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده‌های عزیز، ما امروز درباره حادثه علم‌آوری که در عصر اولی هجری به وقوع پیوسته صحبت میکنیم و برای اینکه این حادثه را به خوبی درک کنیم باید به سالهای قبل از این حادثه رجوع کنیم و بنابراین ما شروع میکنیم از وفات پیامبر علیه السلام که سال 11 هجری بود و بعد از وفات پیامبر علیه السلام اصحاب کرام ابوبکر صدیق را در سقیفه بنی ساعده انتخاب کردند و خلیفه مسلمان ها شد و 2 سال و چند ماه این وظیفه را به عهده داشتند و در زمان خلافت ابوبکر صدیق مردم تنج و آرام، مسلمان ها با یک مهر، محبت، دوستی زندگی میکردند، چه مهاجرا و چه انصارا. بعد از آن خلافت عمر ابن الخطاب رضی الله عنه فرا رسید که آن نیز به طریق مشورت بود، یعنی که بسیارا میگن که ابوبکر عمر رو تعیین کرده است، اما وقتی کتاب های تاریخ و سیر رو میخونیم میبینیم که اونجا ابوبکر صدیق اول از چند صحابه بزرگ و کرام و صحابه با سابقه و فعالی عصر پیامبر علیه السلام با آنها مشورت میکند و از آنها درباره عمر ابن الخطاب معلومات میگیرد، میگه چه فکر دارید، عمر چه انسان است، انسانی چه خیلی است. یعنی وقتی که دید که وفاتش نزدیک است شروع کرد به فکر جمع کردن درباره عمر ابن الخطاب و یگانه شخصی که اعتراض کرد به این مشورت این طلحه بن عبیدالله بود که میگفت که عمر یک مرد سختگیری هست، عمر یک مرد دغلی هست، تو نزد خدا چی میگی وقتی که این مردم برای ما پس از خودت جانشین قرار دهی؟ و ابوبکر گفت که من میدونم که برای خدا خودم چی گویم. یعنی عمر گرچه که مرد سختگیری هم باشد لیکن سختگیری او در دین الله تعالی هست. خلاصه به همین وال عمر بن الخطاب امیر المؤمنین، یکمین شخصی که به این لقب ندا کرده شده است، عمر بن الخطاب خلیفه مسلمان شدند. زمان اون که از تقریبا 10 سال و چند ماه دراز کشید و مسلمان ها در اونجا با خوب و خوش و خرسندانه زندگی میکردند، مهاجر و انصار و دیگر مسلمان ها با هم دیگر دوست، برادر و برابر حقوق زندگی میکردند. بعد از اون وقتی که حضرت عمر رو مجوسی کارد زد، تقریبا 11 کارد زده است، عمر بن الخطاب وقتی درک کردن که وفات کردنی اند، بعد 6 نفر صحابه بزرگ رو که از جمله عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، علی بن ابی طالب، عثمان و طلحه، اونها رو جمع کردند، بازم مشورت کردند، بازم به اونها گفتن که شما پس از من باید که یک نفر از بین خود رو انتخاب کنه. یعنی زیرا که اینها از همه بزرگترین صحابه ها بودند و همه اینها از جمله اونهایی هستند که پیامبر اونها رو به بهشت مژده دادند. اون 6 نفر مجلس کردند، نشست کردند و عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه را انتخاب کردند. یعنی که اینجا نیز شورا رعایت شد، چه که در زمان ابوبکر نیز رعایت شده بود شورا، و اینچنین در زمان عمر بن الخطاب وقت تعیین شدنش و اینچنین در تعیین شدن عثمان بن عفان شورا این کسا را تعیین کرد. حضرت عثمان زیاده از 12 سال خلافت و جانشینی کردند از پیامبر علیه السلام و دوره عثمان بن عفان از جهت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی یکی از دوره‌های بهترین حسابیده می‌شود، چون که مسلمان‌ها فتوحات زیاد می‌کردند در اون زمان و آذربایجان و باقی مانده بلاد فارس و افریقای شمالی در زمان عثمان بن عفان فتح شده است. همچنین عثمان بن عفان شخصی است که قرآن را دوم باره جمع آوری کرد، یعنی که انیقترش نسخه برداری از اون نسخه‌ای که ابوبکر صدیق جمع آوری کرده بود کرد و به شهرهای بزرگ اون زمانه خلافت اسلامی نشر کرد. بعد از اون در همین زمان عثمان بن عفان بعضی از توده جنایتکارایی که متشکرانه فعالیت میکردند، فعالیت میبردند، ضد او یک شوری شیر رو براه انداختند. سردار اونها عبدالله بن سبع یهودی بود از یمن که ظاهراً اینکه تظاهر به اسلام میکرد و این به اتفاق علما، چی از علمای اهل سنت و چی از مخالفای اهل سنت این شخصیت اعتراف میکنند، در کتابهاش آمده از نامش
و ابن سبعی یهودی رسانه رو برای اسقاط خلافت عثمان خیلی خوب استفاده برد. میتون گفت که عثمان رو رسانه افتاند. یعنی خیلی ما فقط تاکید میکنیم در سیره و دیگر درسایی که گذاشتیم، رسانه نقش مهمه برای ساختن افکار جامعه را دارد. در حقیقت ابن سبعی یهودی هم در بصره، هم در مصر و هم در کوفه توانست که افکار یک توده مردم را علیه خلیفه شرعی مسلمین شوراند و آنها را به بهانه به مدینه آورد، به بهانه حج که نزدیکی حج آنها به مدینه آمده بودند و تقریبا 6000 نفر را تشکیل میکردند. ظاهرا حج میخواستند، باطنا افکار و عقل آنها براه ماندن یک انقلاب و کودتای علیه خلیفه شرعی مسلمین عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه بود. این گروه آمدند، عثمان در مدینه آمدند، به سر و سامانی تشکیل کردند، اونجا دسیسه و بلبله را به ما انداختند و نزد خلیفه آمدند عثمان ابن عفان و او را تهدید میکردند و او را مجبور میکردند که از خلافت استعفا دهد. و عثمان ابن عفان با اصحاب کبار مشورت کردند، گفتند که نباید، هرگز تو نباید از این منصب استعفا دهی. اگر تو خیلی استعفا دادی این دیگر یک رویش و سنت میشود که هر باری که به شخص یا خلیفه یک اراده گیرند جمع میشن، میآیند به اصطلاح گرد همایی میکنند و او را مجبور میکنند به استعفا رود. بنابراین این را همچون یک ضعیفی نسبتی خلیفه و نسبتی نظام دولت میپندارند. بنابراین صحابه راضی نشدند که عثمان به استعفا رود. عثمان گفت من به استعفا نخواهم رفت. و حدیثی از پیامبر علیه السلام را به یاد آورد که پیامبر علیه السلام گفته بودند که جامعه رو که برای تو پوشانده میشود آن را هرگز از آن بیرون مشو. یعنی اینجا اشاره به خلافت بود و عثمان این را در همین زمان درک کرد که اینجا پیامبر در اون زمان اشاره به خلافت او کردند. خلاصه عثمان کی بود؟ مرد بود که پیامبر علیه السلام خیلی در حدیث بخاری آمده است وقتی که بالای کوه احد برآمدند، احد به لرزه در آمد. در حدیث بخاری میگه که پیامبر گفتن که اثبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شهیدان، یعنی که ثابت شو، قرار است. پیامبر گفتن بالای تو نبی یعنی که محمد علیه السلام است، صدیق یعنی ابوبکر است و شهیدان اینجا عمر و عثمان رضی الله تعالی عنهم بودند. اینجوری عثمان داماد پیامبر است. همگی میدونیم که دو دختری پیامبر علیه السلام را ازدواج کرده است، بعد وفات یکش دیگرش را ازدواج کرد و به همین رقم ذوالنورین را به خود گرفت. عثمان که نمیخواست خون مسلمان را ریزد، بسیار از صحابه از او خواهش کردند که دفاع کنند و خانه‌اش، چون که خانه او را وقتی محاصره کردند بسیار آدم فرستادند یا خودشون به تنهایی آمدند از او خواستند که او را دفاع کنند از این گروه جنایتکار متشکل و این شورشگران و عصیانگران. لیکن عثمان بن عفان میگفتند که من نمیخوام که از قفای من قطره از خون مسلمان جاری شود. خلاصه این گروه جنایتکار متشکل بعد از محاصره دوامناک به خانه عثمان بن عفان در آمدند و عثمان بن عفان وقتی قرآن میخوندند اون کس را شهید کردند. میگن که به واسطه در قتل عثمان 11 نفر دست دارند و وقتی که عثمان بن عفان را شهید کردند اون کس آیت از آیات سوره بقره رو قرائت میکردند که در اونجا آیت فسیکفیکهم الله است و خون عثمان نیز بالای اون آیت میرزد. معنای آیت است که فسیکفیکهم الله یعنی خدا تو را علیه دشمنان کفایت خواهد کرد. و در حقیقت همون چند هزار نفری که در این قتل عثمان شرکت داشتند همه اونها کشته شدند، یعنی که در آینده، یعنی کسی اونها به مرگ طبیعی نمرده است بلکه همه اونها کشته شدند که همین مصداق همین آیت سوره بقره هست. خب بعد از اون که عثمان بن عفان کشته شدند مسلمان ها جمع شدند و علی بن ابی طالب داماد پیامبر و شوهر فاطمه که در حدیث پیامبر علیه السلام میگن که سیدة نساء العالمین یا سیدة نساء الجنه، یعنی این زن بهترین زن عالمیان و خواجه زنهای بهشت است، علی بن ابی طالب را خلیفه مسلمان ها تعیین میکنند. خب یعنی وقتی که علی بن ابی طالب رضی الله عنه حکومت را به دست میگیرد یک نمود ناآرامی داخلی حس میشد و میتون گفت که به یک قدم های به سوی جنگ شهروندی گذاشته میشد از طرفی، یعنی که اونجا یک چند طرف بود در این جنگ. خب وقتی که علی بن ابی طالب خلیفه شد
قدرت و توان آن را نداشت که از این قاتلای عثمان انتقام گیرد و نسبت آنها حکم الله تعالی را و قصاص را تطبیق کند. چرا که آنها یک روزی که 6000 نفر بودند و آنها در داخل لشکری خلیفه داخل شده بودند، آنها را تک تکی آنها را از بین آنها جدا کردن خیلی کاری مشکل بود. بنابراین اولین کاری که علی بن ابی طالب کرد این عزل والی‌های قدیمی که حضرت عثمان آنها را گذاشته بودند، یعنی آنها را والی‌های نو را با جای آنها برگزید و میگفت که من اول باید والی‌ها را دیگر کنم، چون که یکی از سبب‌هایی که مردم با عثمان بن عفان ایراد گرفته بودن این همون والی‌هایی که عثمان بن عفان گذاشته بود، آنها را نو کرد. همه آنها اطاعت کردند، گوش کردند، با جای آنها والی‌های نو رفتند، به جز معاویه بن ابی سفیان که میگفت که اول باید از قاتل عثمان قصاص گرفته شود، بعد من با تو بیعت میکنم. و ابن عباس هم به علی بن ابی طالب مصلحت میداد که میگفت که تو نباید که والی‌ها را عزل کنی، حالا حکومت تو پایه‌هایش برقرار نشده است، تو اول میگه حکومت رو پایه‌اش رو برقرار کن، بعد به عزل این والی‌ها سر و کار داشته باشه. اما علی بن ابی طالب میگه که نه، من باید اول والی‌ها رو دیگر کنم. خلاصه وقتی که 4 ماه میگذره علی بن ابی طالب نمیتونه که قصاص گیرد از اینها، حکم خدا رو بر اینها جاری کند، یعنی که به سبب‌های عذرناک گفتم چه خیلی گفتم اونها رو پیگیری کردن خیلی مشکل بود، عدد اونها کم بود، عدد اونها کم نبود، یعنی اونها اکثرشون صاحب قبیله‌های بزرگی بودن که شاید این 6000 نفر اگر در اون زمان به جهت عصبانیت قبیله اگر گیریم شاید 60000 میشدن، شاید که 100000 میشدن، چون که هر یک شخصش قبیلهش اونا از قفاش باید خون طلبی میکرد، سپس احتمال زیاد. بنابراین حضرت علی گفتن که حالا موقعی قصاصگیری از اونها نیست، حالا فقط باید پایه‌های دولت رو برقرار کرد. طلحه بن عبیدالله و زبیر بن عوام 2 نفر به مکه میروند. اون 2 نفر با علی بن ابی طالب بیعت کرده بودند، لیکن به مکه میروند و اونجا طلبگار خون عثمان بن عفان میشوند، میگن که باید قاتل عثمان کشته شود. و بعد از آن از اهل مکه یک گروه از مردم به اونها میپیوندند و در راه انسان‌های دیگر میپیوندند و اونها به بصره میآیند، یعنی که اینها نیت یک نمود اصلاح بین امت را داشتند، میخواستند که همین قصاصگیری تیزتر به راه مانده شود تا اینکه دیگر آینده جنایتکارها نآیند و خون خلیفه‌های مسلمان را اینقدر ارزان دانست خلیفه کشی کنند. و در راه با آنها عایشه رضی الله تعالی عنها میپیوندد، آنها بصره میروند. در اون بصره هم بعضی با همون عثمان بن حنیف حاکم بصره بعضی داد و گرفت بینشون میشود. خلاصه علی بن ابی طالب وقتی میفهمد که طلحه و زبیر اونجا رفتن، در حقیقت علی خشمگین میشود. اونها به اجازه خلیفه برآمدند، اونها در گردنشون بیعت به علی بن ابی طالب داشتند و برآمده اونها به علی بن ابی طالب میفرد و علی بن ابی طالب میگه که باید پیش این فتنه گرفته شود و از مدینه روانه میشوند به سوی بصره. و در بصره برادران عزیز همون جنگی مشهور به نام جنگ جمل یا جنگی شتور، به اصطلاح جمل شتور ترجمه میشود. این یعنی یک نمود گویم که پرچمی همون انسانایی بودن که یا پرچمی بصری ها گویم یا اینکه همون انسانایی که برونده بودن برای طلب خون عثمان یا قصاص از خون عثمان، شتوری مادر عایشه رضی الله عنها را برای خود همچون پرچم و رمز گرفته بودند. و در کتاب ابن ابی شیبه در مصنفش آمده است که پرچم علی بن ابی طالب در اونجا پرچم سیاه بود و اونها چه خیلی گفتیم بصری ها پرچمشون این رمزی اونها این شتور بود. خلاصه بیناشون گفت و شنید می شود. قعقاع ابن عمرو یکی از بزرگان صحابه و بزرگان مسلمین و فاتحان بزرگ نمیخواست که خون این دو طرف ریخته شد، چون که این طرف هم از اصحاب بودن این طرف هم از اصحاب بودن و بین اونها میانجیگری میکند و خلاصه اونها به صلح میرسند و یعنی که نتیجه صلح این بود که یک میشویم و انتقام از اونها رو خواهیم گرفت. اما متاسفانه در لشکر علی بن ابی طالب و اطراف آن همون جنایتکارا که در آمده بودند و خودشون رو در لشکر پراکنده کرده بودند احساس خطر کردند، گفتن که اگر این صلح پا برجا ماند حتما این دو گروه یک میشود و ما رو نابود بکنند. بنابراین آنها نماز بامداد ناشده یک گروهش به گروه طلحه و زبیر هجوم کرد، گروه دیگرش از طرف طلحه و زبیر به طرف علی بن ابی طالب هجوم کرد. اینها پنداشتن که
علی به اونها هجوم کرده، علی پنداشت که اونها به علی هجوم کرده، بنابراین بینشون زد و خورد شد و کشته های زیادی رفت. و از جمله عجایباتی که در این جنگ روایت کرده می شود وقتی که علی بن ابی طالب و جسدی مرده طلحه بن عبیدالله رو میبیند گریه میکند، او رو به آغوش خود میگیرد و از چهره اش خاک رو دور میکند، میگه که یعز علی ان اراک یا ابا محمد، برای من خیلی گران است که تو رو به این شکل ببینم ای ابا محمد. میگه کاش که من 20 سال پیش میمردم و این روز رو نمیدیدم. بگه که من تو زبیر یک جای شمشیر میزدیم در اطراف پیامبر علیه السلام، چی شده که امروز ما با یک دیگر شمشیر برداشتیم، علیه یک دیگر شمشیر برداشته ایستادیم؟ و خیلی برای علی ابن ابی طالب خیلی گران اومد. از این مرگ زبیر ابن عوام، وقتی که زبیر ابن عوام در میدان جنگ بود و شمشیر در دست داشت، علی ابن ابی طالب ندا کرد که ای زبیر، تو بیاد داری که روزی که پیامبر علیه السلام برای من گفته بود من با پیامبر نشسته بودم، تو میگذشتی، تو خندیدی، منم برای خنده تو خندیدم، تو با پیامبر گفتی که این علی هیچگاه همین شوخی خودش نمیگذارد. پیامبر علیه السلام گفتن که برای روز میرسه که تو علیه علی شمشیر میبرداری و تو ظالم هستی. وقتی که این حدیث رو علی یادآور میکند، زبیر میدان رو ترک میکند و از جنگ دست میکشد میرود. اما اون گروهی خیلی گفتیم که گروه سیومی که بود و اونها منفعت دار به همین کشمکش ها و جنگ داخلی در دولت مسلمان ها بودند، زبیر رو پیگیری میکنند و او رو میکشند، چون که برآمدن زبیر مردم بسیار رو زیر شبهه میبرد. اونها میگفتن که ها این صحابی که گشت یعنی که غلط بدون خودش درک کرد اینجا، بنابراین نمیخواستن که مردم از لشکر منصرف شوند. برای رفت زبیر رو کشت و آمد میخواست که از علی پاداش گیرد. میگن که علی ابن ابی طالب در خیمه نشسته بودن در اونجا که قاتل زبیر آمد و گفت که همون شخصی که عسکری که از حمایه علی در خیمه می ایستاد گفت که علی را مژده بده که من زبیر را کشتم. او در آمد علی را گفت که مردی آمد دعوا داره که زبیر را کشته است. علی ابن ابی طالب گفت بشیر قاتل ابن صفیه بالنار، یعنی که مژدت قاتل پسر صفیه را به دوزخ. بین عدالت علی رو که وجود که بین اونها شمشیر بود، بین اونها زد و خورد شد، بین اونها نافهمی های سیاسی به وجود آمد، اما علی گفت که همون حدیثی که از پیامبر شنیده بود به این مردک نقل کرد که تو دوزخی خواهی شد، شخصی که زبیر رو کشته هست او دوزخی هست. خلاصه به همین شکل علی ابن ابی طالب مرده های اونها رو گریه میکرد تا اونها رو همشون جمع کرد یک جای، هم مرده های لشکری علی و هم مرده های لشکری طلحه و زبیر، همه اونها رو جمع کرد یک جای، نماز جنازه خواندن برای اونها و اونها رو همگی رو دفن کردن. روزها میخوام گذشتن، جنگ صفین براه مانده شد. جنگ صفین بین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه و معاویه ابن ابی سفیان بود و این جنگ هم سببش همین قصاص گرفتن از قاتلای حضرت عثمان رضی الله عنه بود و معاویه که از بنی امیه بود و خود را یعنی که از ولی دم عثمان یعنی که خونخواه عثمان میدونست، چون که از یک قبیله بودن. بنابراین نافهمی ها شد و این جنگ هم یعنی که به غلبه یکون طرف انجام نیافت، بلکه هر دو طرف نتونستن اون غایه هایی که میخواستن پیاده کنن نتونستن را پیاده کنن و در نتیجه گروهی به نام خوارج پیدا شد و علی ابن ابی طالب اونها را همیشه نابود کردند و این خوارج ها برای قصاص گرفتن از علی ابن ابی طالب نفر به نام عبدالرحمن ابن ملجم را موظف کردن، یا اینکه خود اونها 3 نفر نشسته گفتن که باید که امت را از این 3 انسان باید امت را راحت کنونیم، یکمش علی، دومش معاویه، سومش عمرو بن العاص. هر 3 در یک روز اتفاق کردند که روز 17 رمضان بود، باید که ما 17 رمضان نماز بامداد براییم. تو در مصر در فستاد باید عمرو بن العاص کشی، یکی دیگرش باید که در دمشق معاویه رو کشد، یکی دیگرش در کوفه علی رو باید کشد. اتفاقا اون 2 نفر که بجای عمرو بن العاص کسی دیگری برآمد در نماز، اما معاویه کمتر زخمی شد اما نمرد، اما علی بن ابی طالب رضی الله عنه در محراب کشته شد. دوستان با همین حلقه رو به آخر میرسونیم. شما رو در پناه الله تعالی میسپارم و در حلقه آینده ما بعضی همین خرانولوژی که ترتیب داده ایستادیم برای خاطر فهمیدن واقعی طف یا اینکه واقعی کربلا دوام خواهیم داد درباره خلافت حسن بن علی رضی الله تعالی عنه. شما رو به پناه الله تعالی میسپارم تا دیدار دیگر. السلام علیکم و رحمت الله.